شاید کسی بهتون نگه که به کمک این پایه یعنی پایه رفوکاری میتونی هر طرح و مدلی که دوست داری روی پارچت بدوزی. روی 802 MS کارپیشبرت باید حتما پایین باشه. رو تمام چرخ‌های دیگه هم فقط مهم اینه که کارپیشبر پایین باشه. همین. یه نکته مهمی هم که توی نصبش هست اینه که شما وقتی پیچ پایه رو باز میکنی مهم اینه که این میله بالای پیچ سوزن قرار بگیره، یعنی به این صورت بسته بشه. اینم از آموزش پایه رفوکاری که خیلی راحت بود. به تمام چرخ‌هایی که زیگزاگ بزنن راحت وصل میشه. به چرخ‌های صنعتی وصل نمیشه چون کارپیشبرت پایین نمیاد. به چرخ‌های مشکی هم وصل میشه، فقط ساده میدوزه، باید با دست بهش ته بدی. اگه این پست رو دوست داشتی سیو کن و بفرست به دوستای خیاطت. منم فالو داشته باش که تمام پایه‌ها رو تو پیج آموزش دادم. آموزش بعدی هم آموزش پایه نوار اوریبه.